دیگه دیگه کجا میدی؟ جنجور خیریاتی شو کجا آقا بعد بشی عجقه به تو کردم چره؟ تو بشی یک دو کلمه قبل دارم سودا رفتی به خیریان یک دو بیزم زلا چه کار کردی؟ چی؟ یعنی از سرا خوبیده شدی؟ ما برفته بنده میگو گپ بزن یک سوالی همی خوناش ما ترک مرک شکست مکست چپی دیوالاش ما نشده نه چره؟ ایلا گردان ما بند به کسایی که خونای اینا چپه شده باشه شکست کرده باشه سرای خونی و دیوالی و بری و همیخ در کمک نمیدن پول نمیدن برنج، روغن، خیمه، فلان همیخ در میدن که تا 2 سال بخورگی لگه خلاص شده دیگه اگه سراش ما شکست کرده یا چپه شده همین تو حاجیل بم وکیل محل میگی که تو رو کمک نوشته میکنه همیخ در میدن که تو ایت 1 سال گی لگ نخوری خلاص نمیشه او دیگه آره ما با تو بگو مار نوشته کردن گیلدک جو آشپزخونه با چپه شده و گردن و بر مار نوشته کرد سب من فکری دار چی فکر؟ هیچی نگو چی نمیگه؟ گیلدک با دو کمکا دست تو نه ما با تو بگو دلجم باش او دیگه برو بخیره خوش آمدی خدا حافظ خوب یاد دادی به من به خیلی هیچ کسی چی نگی که ما گفتم نه دلجم باش لالا نوریلا گیلک جو شتن جانجره شو میگم مونده شدم میگم خیلی سنگینه امی چه کار کنم امی دیوار سرا ما بلوم بیده بفتاده لکه بفتاده خونه ما درس کرده بشکسته ما پیش کدوم مرتکت برو من نوشته کنه خو ای که قامی نداره برو پیش وکیل سه بگو خونه ما امیت شکست کرده امیت بلوم بیده انا تو نوشته میکنه نمیجا گو گپینه من براتون ما نمیجا گو تیش اینا گفتم خونه ما امیل رقم شده از من خودی خونه هم بشکسته بودی که هم بلوم بیده برام اسم من نوشته کن نوشته کن ای خو قامی نداره مثلا میای سعی میکنه او که طور نوشته کنه هر روزی که کمک بیاد طور خبر میکنه میاد دیوال شما سه میکنه خود اول میاد یک نگاهی میکنه ها خود وکیل میاد سیل میکنه که باز اگه این وقتی انجینرها یا کسی میاد سروی میکنه به خاطر این تو خود نمیتونم کمک مگر اول سعی کنه تو سیل نکنم نمیتونم شما چی گریه کردین نه دیگه ما خوب گفتم منو ما در باب سه خونه مو دیوال خونه ما هم سعی کرد دو خونه ما که شکست کرده بود تو بولو بیدو سعی کرد بعد از این ما با کمک نوشته از شما هم سیل میکنه با شما با کمک نوشته ما برم بگم خب چه کار میکنی نرفتی تالی به کی به پیش وکیل سیل نرفتی نه خب برو دیگه برو که تو نوشته کنه حرکت کن برو بگم بیا این سعی کنه لکه بلوم بیده میای سیل میکنه اسم تو نوشته میکنه میگه بعد هر روز که کمک به تو خبر میکنه آره چاش نمیری خود ما کی چی داره چی ما داشته باشیم قروتی نه به دنیا که بعد دنیا شکلم و غلوتی و سوزی پس تو با خونه خود چی میتوری ما هر روز مادر من نمکا و فلفلان ایتا میگیره با جونم قطی میکنه ایتا نونه ایتا میکنه ایتا در میزنه به تن نمکا و فلفلان همیتا مزه میده جا شما خیلی فقط میگی مغز سر گوسپند پلوری میخواد اگر من فکر کنم که اونا ما سر به تو نمیشه نون اوام نخوادیدی مامان نوریلا حالا میگیم برو من گفتم برو دیگه ما خب برفتیم اگر ما نمیرفتیم به تو میگفتم تام نرو خب به تو میگم برو که تو اینجا بیا نوشته کن میرم برو دیگه شما شاید نمیشین نه دیگه چی شاید تو هم در بگو نوشته میکنه میای سعی میکنه نوشته میکنه دیگه خب خیلی وکیل صاحب بگم بیا وکیل صاحب ارباب صاحب سعی کنیم جگاه سلام بولی میده با ما کمک کنه ما غریبی یخن کندای
کی بیه؟ کیه؟ بابا ها گیلا سلام علیکم وکیل صاحب بیشتر جان جان خیلیت هستیم. جان شما جان زنده باشین. سلامت باشین. وکیل صاحب گفتم ما هم نمیشته کنیم دیگه. به چی نمیشته کنیم؟ به بلوم بیده. گیلک جان بولم بیده اون کسایی که شخصایی که خونه اینا شکست کرده خراب شده به می زلزله همونا رو نوشته میکنه. شما که خونه شما هیچ کار نشده. بو شده. چطور بو شده؟ بو شده بابا بلوم میده دیوال سر ما بلوم میده خونه ما درس کردم ما استاک بلوم با تاثیر ما با ما بجستیم امیت یک بار امیت کردیم پروت کردیم امیت پروت کردیم با پس بجستیم انا با ما پس با چه شد کشته خونه؟ آره شما بیان دیوار توی چی نگفته گومه؟ پیان مخو نمیشنوم نمیشنوه؟ نه هم خونه شکست کرده باشه پیار تو نمیبینه؟ نه از این نشنویدن که مثلا به شما بگم شما بیای ولی یک دیگه ولی سلام است اگه دیوال چپا کرده نبود خشتا و اما خاکا پرتو نبود نمیشته نکنی خوب سه گیلک من 10 دقیقه این موتور میشونم خاطر به جای من برم بفهمیدی؟ تو برو همه فقط 10 دقیقه دیگه خوبه تا به سرا نرسی میام خوبه برو خوبه من نمیشته میکنم نوشته اگه به امکان کمک داشته باشه که واقعا بشکسته باشه خونه شما نه نشکسته بلوم میده بافتاده او که بشکسته او تا بشکسته با بلوم میدم خب سه باشه من بیام سه کنم خوبه من اینجا برم بشینم برو من خونه خوب بشین خوبه من روی شکستگی میشینم نشی که میشه بفته با باله تو حال کلم هم افتاده سرا خوب باشه اگه من میایم خوبه انا میرم سه پیارتم به سرا بو ها سه وکیل صاحب نامده سلام علیکم انا وکیل صاحب بیاین صدق بر انا وداری باور کنی فیلم میره لکه خب برای که سه کن بیاین بله انا بیاین انا وکیل صاحب سعی کنی اوکی زندگی ما چپا شده انا وکیل صاحب انا این لکه به اونجا کچ ماسمون بیده به کچ ماسمون بیده این چپا شده دیوالا مال سعی کنی او بغل دیوالا سعی کنی وکیل صاحب گیلا تو مال مسخره میکنی نه خدا نکنه چرا وکیل صاحب همه دیوالا شما که از قرن نبوخت حال اینا شکست کرده و این هم که زلزله نشی یک بار خراب پس دیدم افتاده باز مالی بوز غالب افته کسی به زیت چیزا کمک نمیده دیوال شما بیا از این نابکاره شما می درز دیوال سه کنه مال کف بوم بیشتر درز نداره بیاین سه کنه بیاین وکیل صاحب بیاین گیلک جان وکیل صاحب بیاین سه کنه گیلک ما مسکین اینا خال چوغو کمه اینا شکست نکرده نیه ما مینا داریم ما گوشنی که خود ما سپنجی چرخ میدیم ما مینا داریم از همین جمعه سرگردان که بیا یعنی واقعا هوشیاری به این رقم به چم و فریب کمک بستونی اگه کمک بده تمام دنیا میت دیوالای اینا شکسته خیلی کمک او کماله مثلا که خونه و ترخته به زمین 100 فرغون قبول میده نه 500 فرغون لوم بیده خیره خوب آدم هوشیاری بابا شما بیاین این دیوار کلنگ بگیرید چپا کردم چری چپا کردی بابا چری چپا کردی خب من گفتم خاطری وکیل محل بیایه چیز کنه با ما نمشته کنه خب دوال چری چپا کردی ما به تو بگفتم همین کارو بکن ما را کمکام نامت کردی پیش خود هر کاری میای میکنی تو نمیفهم چه کار کنی خودت خیلی بابا بریم بخونه بریم من میام بریم رنگه که تو به گل شکجی خدا تو کجی در به در کنه تو به ما عقل کمال یاد دادی برفت خانه خراب دیوارات خراب کرده برفت پیش خود خوب هر کس که برای یاد چیزی میگه این باور میکنه برفت دیوار خراب کرده من خود یادی چه کار کنم
با کجا بدی تو؟ من چی میفهمیدم بابا؟ همون کجی بچه همسای ما گفتن. کجی گفت تو؟ آه. او خیلی بچه نادانی به تو گفت تو باور کردی؟ آخه تو کی هوشیار میشی؟ کی تو برق خویایی؟ کی تو میفهمی؟ چه کار کنم مادر تو؟ امرو برفتی جوال خراب کردی سبا میری یک کار دیگه میکنی من چه کار کنم؟ چی میفهمیدن گفت اکثرا شما شکسته نیه؟ آخه بابا جو پریمه سرا شکسته اوز خدا خراب کمک میدم تو برفتی پیش خود جوال خراب کردی من گفتم بلکن با ما بیارم سر شه. چی بیارم؟ کمک. کمک آخه ما خونه داریم چرا خونه هایی که بلومیده زلزله خراب کرده اوار کرده اونا رو به چی کمک میدن نه تو برید جوال خراب کنی تو به ما کمک میدن آوازه بشنویدی کمک کنه دیدی آخه با ما نمیدن کمک حال جوال خراب کردی آخه تو با ما یک کاری میکنی اما وکیل محل بگفتم ببردن دست میگیره تو ببردن گفتم وکیل سیبانی سعی کنه خونه ما خراب شده گفت اگه دیوار یعنی چی؟ خونه شما هم سالم ای چی؟ خب چرا خراب میکردی؟ اما یک وجیبی گفت همون یک وجیبی گفت آخه اقلا آدم پیهری داره براری داره تو با من سرا کردی من چه کار کنم؟ شما به صحرا بدی که بابا خب به سرا بودم مثل که من می آمدم آخه چه کارا بیعقلی میکنی به چه بابا گاب نزنیم دیگه یک زر گاب میزنیم با خاک که نه خودی علی چه کار کنم؟ من با کجا رای کنم؟ از دست علی چه کار کنم؟